الو سلام عزیزم، خوبی؟ داری چیکار میکنی؟ هیچی بابا، دارم فکر میکنم. بابا جان این عرقگیر سفیده منو ندیدی؟ بابا تنته دیگه. آلزایمر گرفتم فکر کنم. چه خبرها عزیزم، چیکار میکنی؟ بابا جان این برس منو ندیدی؟ بابا تو که مو نداری برس داشته باشی آخه. منو مسخره میکنی؟ جوونیم که داشتم تو زیر سرشونم. مسخرم خودتی. عزیزم از کار و بار چه خبر؟ هنوز داری فکر میکنی؟ آره بابا، یه خورده دیگه میخوام واسه کنکور درس بخونم. بابا جان نگران نباش، من شنیدم سوالات تستیشو جواب بدی جای خوب قبول میشی. بابا کنکور همه سوالاش تستیه. جدی میگی؟ باش. عزیزم که بابا درو چرا باز میذاری؟ باز گذاشتم هوای این اتاق عوض شه. بابا در بالکنم اگه باز میذارم هوا عوض شه. ساسان قطع کن، من خودم بهت زنگ میزنم. کی؟ ساسان هنوز این در به در شده با تو در ارتباطه؟ بابایی 5 سال منو میخواد، نمیذاری بیاد منو بگیره که. آخه کدوم آدم بیشوری دختر منگلشو میده به منگلتر از خودش؟ ها؟ باشه برو گم شو خونه عمه. بابا میشه به جای خونه عمه اندکی در خانه خودمان زندگی کنم؟ گم شو چش سفید، تو لیاقت این شرایط لاکچری رو نداری که. بابا نمیذاری ساسان منو بگیره، همش هم منو میفرستی خونه عمه. What the گم شو، ریختتو نمیخوام دیگه ببینم. گم شو برو خونه عمه.